سلام دوستان، به کانال آینده روشن خوش آمدید. امروز در این درس ما چگونه تغییر دادن فعل ایتی را در زمان آینده در جانشین ها و در مثال ها نشان خواهیم داد. فعل ایتی در جانشین ها. دوستان عزیز، چنانچه در درس گذشته گفتیم، فعل ایتی مصدر فعل ما می باشد. ایتی به معنای رفتن و در این درس ما می خواهیم فعل رفتن را به خواهم رفت گردانیم، یعنی به زمان آینده. من خواهم رفت، تو خواهی رفت و غیره. و اکنون با به شما خواهیم گفت که چگونه ما فعل ایتی را باید به زمان آینده گردانیم. دوستان عزیز، به خاطر فعل ایتی را به زمان آینده گرداندن، پیش از فعل ایتی زمان آینده ای فعل بیت یعنی بودن را ما اضافه میکنیم و فعل خود را به زمان آینده برمیگردانیم. اکنون در جانشین اول ما این را به شما نشان خواهیم داد. یا بودو ایتی، من خواهم رفت. دوستان عزیز، چنانچه شما میبینید بودو زمان آینده فعل بیت می باشد، بودن. زمان آیندهش می شود یا بودو. و چنانچه شما می بینید فعل ایتی ما تغییر نیافت و در هیچ کدام از جانشین ها فعل ایتی تغییر نخواهد یافت. فقط کلمه ای که تغییر می یابد فعل بودن، فعل بیت می باشد که در مثال اول یا بودو ایتی، من خواهم رفت. و در جانشین دوم تی بودیش ایتی، تو خواهی رفت. آن بودید ایتی، آن پسر خواهد رفت. انا بودید ایتی، آن دختر خواهد رفت. انا بودید ایتی، آن خواهد رفت. می بودیم ایتی، ما خواهیم رفت. وی بودیتی ایتی، شما خواهید رفت. انی بودود ایتی، آنها خواهند رفت. دوستان عزیز، چنانچه شما میبینید در همه جانشین های ما فعل ایتی تغییر نیافت و تنها فعلی که تغییر یافت فعل بودن میباشد. در جانشین اول بودو، بودیش، بودیت، بودیت و غیره. فعل ایتی در مثال ها: یا بودو ایتی навстречу، من خواهم رفت به ملاقات. تی بودش ایتی навстречу، تو خواهی رفت به ملاقات. آن بودید ایتی навстречу، آن پسر خواهد رفت به ملاقات. انا بودید ایتی навстречу، آن دختر خواهد رفت به ملاقات. انا بودید ایتی навстречу، آن خواهد رفت به ملاقات. می بودیم ایتی навстречу، ما خواهیم رفت به ملاقات. وی بودیتی ایتی навстречу، شما خواهید رفت به ملاقات. انی بودود ایتی навстречу، آنها خواهند رفت به ملاقات. دوستان عزیز، از تماشا کردن شما منت داریم. برای از درس‌های بعدی ما با خبر شدن به کانال ما آبونه شوید و زنگولچه را زیر کنید. تا دیدار.